ایران پیامد توافق نکردن را می‌داند و خواستار توافق است. ترامپ در حال این مورد را بیان کرده که سپاه پاسداران در تنگه هرمز آزمایش نظامی برگزار کرد و کشتی‌های جنگی ابراهام لینکن به 700 کیلومتری ایران رسیدند. رئیس ستاد ارتش ایران گفته جنگ با امریکا درس عبرت به ترامپ خواهد شد. رئیس جمهور امریکا اما میگوید خود به گونه غیر مستقیم در مذاکرات ژنو شرکت می‌کند. سلام، با من شکیلا شمس و پردازش همکار محمدشاه شکوهمند خوش آمدید. سلام شکوهمند، آخرین ها از ایران و امریکا چیستند؟ در آستانه برگزاری دور دوم مذاکرات میان تهران و واشنگتن در ژنو سوئیس، جمهوری اسلامی ایران آزمایش نظامی بزرگ برگزار کرد و آنچه جمهوری اسلامی و مقام‌های جمهوری اسلامی بیان کردن برای کنترل بیش از پیش تنگه هرمز هست. بارها گفته شده بود که در تنگه هرمز نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران آزمایش نظامی برگزار نخواهند کرد، اما جمهوری اسلامی آمد روز گذشته آزمایش نظامی گسترده برگزار کرد. اما در حال دور دوم مذاکرات میان تهران و واشنگتن در ژنو سوئیس برگزار میشه که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت ایران پیامد توافق نکردن با آمریکا را میدانه و از او باعث است که حاضر است تا توافق بکنه. همچنان اضافه کرد که خودش به گونه غیر مستقیم در مذاکرات ژنو که یک مذاکرات بسیار مهم از دید ترامپ هست اشتراک میکنه و در عین زمان جمهوری اسلامی ایران را یک مذاکره کننده بد دانست. این در حالی است که سفیر اسرائیل در آمریکا که کشورش از جمله لابیگرهای اصلی برای حمله آمریکا به تهران شمرده میشه، گفته که اسرائیل و آمریکا در موضع هسته‌ای نشدن جمهوری اسلامی و موردهای موشکی جمهوری اسلامی یک دست هستند و یک راه و همسو هستند و از این موردها اصلا نخواهند گذشت و گفته شده که در مذاکرات هم موضع مشخص و واضح دارند. مورد مشخصشان چی است؟ دستنیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای و صفرسازی کامل و نابودی کامل برنامه هسته‌ای ایران، محدود کردن برد موشکی جمهوری اسلامی تا 300 کیلومتر، عدم حمایت از نیابتی‌های ایران در منطقه، حالا حزب الله، حشد شعبی، حماس و حوثی‌های یمن. این موردهایی هستند که موردهای اختلافی جدی میان آمریکا اسرائیل با ایران هستند. چون علی لاریجانی دبیر عالی شورای امنیت ملی ایران آمد و صحبت‌هایی کرد. آقای لاریجانی گفت بحث نابودی کامل تأسیسات هسته‌ای ایران، آنچه خواست اسرائیل هست، یک بحث غیر واقع بینانه هست و بحث موشک‌ها اصلا وارد مذاکره نیست و ایران حاضر نیست در مورد موشک‌هایش با هیچ کسی و هیچ طرفی در واقع مذاکره بکنه. این مورد اصلی و اساسی است که نقطه اختلافی میان طرف‌ها گفته میشه. البته بحث نیابتی ها هم مطرح بحث است که علی لاریجانی گفته در این مورد هم مذاکره نمیکنند. با این حساب طرف آمریکایی در تبانی با اسرائیل در تلاش هستند تا در واقع بر جمهوری اسلامی ایران فشار وارد بکنند تا در مذاکرات امتیازهای بیشتری بده. البته دو طرف در میدان هشدار و تهدید بازارشان داغ هست و گرم هست و هر از گاهی همدیگر را تهدید میکنند. به تازگی که رئیس ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران آمد گفت که جنگ آمریکا با ایران میتونه در واقع درس عبرت به ترامپ باشد تا به قول خود آقای موسوی دیگه ترامپ در منطقه عربده‌کشی نکنه. با این حساب ناو ابراهام لینکن به 700 کیلومتری ایران رسیده و گفته میشه که در این کشتی جنگی 5000 سرباز آمریکایی حضور دارند. همچنان جرالد فورد آمریکا در مسیر آبهای خاورمیانه هست و قرار است تا چند روز دیگر در آبهای خاورمیانه و خلیج فارس مستقر شود. گفته میشه که در او کشتی هم تا 10,000 نیروی آمریکایی حضور دارند. در صورت جنگ احتمالی میان آمریکا، اسرائیل و با ایران جنگ شدیدی رو خواهد داد و به قول مقام‌های جمهوری اسلامی یک جنگ کوتاه مدت نخواهد باشه. البته روزنامه‌های بین‌المللی گزارش دادند که آمریکا در تلاش هست تا در واقع جنگ را در سریع انجام بده، زود حمله بکنه و زودتر باید قصه و داستان جمهوری اسلامی ایران را جمع بکنه و برداره. این موردی هست که به باور تحلیلگرها کاری نیست که برنامه
برنامه‌ریزی آمریکا در این مورد درست از آب بیرون بیاید، چرا که از طرف تحلیلگرها گفته میشه که ایران ونزوئلا نیست و علی خامنه ای نیکولاس مادورو نیست که دلتا فورس آمریکا بیاید آقای خامنه ای را چیز شبیه آقای نیکولاس مادورو برداره و برو باید. اینجا به قول علی خامنه ای که گفته بود پای آمریکایی ها در منطقه گیر خواهد کرد و مقام نظامیان جمهوری اسلامی ایران نیرو سربازان آمریکایی در منطقه از بین خواهد بردن و خواهد کشتن. حالا با 15,000 نیرویی که 5,000ش در کشتی ابراهیم لینکن هست و 10,000ش هم گفته میشه در کشتی جرالد فورد هست، با این حساب که 15,000 سرباز آمریکایی در خطر کشته شدن از طرف مقام‌های جمهوری اسلامی ایران قرار دارند و همچنان پایگاه‌های آمریکا در منطقه که پایگاه العاده قطر هست، پایگاه عین الاسد عراق هست، پایگاه‌هایش در عربستان و همچنان در پاکستان و در کشورهای منطقه کویت و اینجاها هستند، در تیررس نظامیان جمهوری اسلامی ایران قرار داره و مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به تکرار گفتند که پس از رزمایش نظامی که در تنگه هرمز برگزار کردن زیر نام کنترل تنگه هرمز، گفتند که نظامیان جمهوری اسلامی و کشتی‌های جمهوری اسلامی در تیررس کشتی‌های آمریکایی در تیررس نظامیان جمهوری اسلامی قرار دارد و هر از گاهی که اتفاق اشتباهی از سوی آمریکایی‌ها رخ بده، به گونه مثال که به قول ایرانی‌ها دچار اشتباه محاسباتی آمریکایی‌ها شوند، سربازان آمریکایی در منطقه هدف اصلی خواهد باشند و هدفهای مشروع خواهد باشند. به تازگی هم که یک نماینده جمهوری اسلامی ایران آقای رضایی رئیس کمیسیون امنیت ملی داخلی مجلس شورای اسلامی ایران آمد و صحبت کرد و گفت که در گذشته یک کشتی برای غرق کردن داشتیم که ابراهیم لینکن بود و حالا با فرستادن جرالد فورد ناو هواپیمابر جنگی دیگر آمریکا توسط ترامپ به خاورمیانه، ایرانی ها 2 کشتی برای غرق کردن دارند. حالا مقام های نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی همزمانی که از مذاکره صحبت میکنن پیوسته بر اون دفاع مقدس در برابر هر گونه تجاوز صحبت میکنن و میگویند که هر از گاهی که اشتباه محاسباتی را متحمل شود آمریکایی ها، سربازان آمریکایی در منطقه در پایگاه های آمریکا در منطقه، یک مورد در کشتی های جنگی آمریکا در آبهای خاورمیانه، مورد دوم در آب و خون در خاورمیانه غرق خواهد شدن و همچنان در حمله تلافی جویانه که قرار است ایران بر اسرائیل داشته باشد، در صورت حمله آمریکا به ایران، ایرانی ها میگویند که میتونن توانایی را دارن که اسرائیل را به نیستی و به نابودی بکشانند. با این حال لنزیگراها از سناتوران جمهوری خواه و برجسته آمریکایی که از حامیان اصلی و لابیگران اصلی برای نابودی جمهوری اسلامی هست صحبت کرد و در تازه ترین مورد صحبت‌های خودش بیان کرد، گفت که در اصل اشتباه و اشتباه محاسباتی بزرگ این خواهد باشه که به نابودی جمهوری اسلامی که از فکر نکنه یا نتونن در واقع جمهوری اسلامی را نابود بسازن. مقام های نظامی آمریکا هم به تکرار گفتن که 2 تا سناریو از وضعیت جاری و تنش‌های جاری میتونه متصور باشه. یک مورد این است که باید چیزی شبیه برجام توافق حاصل شود و اون توافق چیزی شبیه توافقی که میان دولت اوباما با ایران به انجام شده بود و در اون زمان جواد ظریف وزیر خارجه ایران بود و این توافق را به امضا رسانده بود، چیز شبیه توافق برجام حاصل شود. یک مورد این است. مورد دیگر مورد مشکل ریشه‌ای حل کردن چالش ایران هست. از دید مقام‌های نظامی امریکا ریشه‌ای حل کردن جمهوری اسلامی مشکلش در واقع نابودی جمهوری اسلامی هست. موردی که به شدت کار سخت دانسته میشه و تحلیلگرها به این باور هستند که نابودی جمهوری اسلامی مورد آساده و آسان نیست. فقط گفته میشه که در حال حاضر ممکن است آمریکا به ایران پس از توافق به نتیجه نرسیدن مذاکرات حمله بکنه و جنگ گسترده و دراز مدت شکل بگیره و در این جنگ گسترده و دراز مدت در واقع پای آمریکایی ها در منطقه گیر بکنه و جمهوری اسلامی تضعیف شود و اما نابود نشه. چرا اصلی ترین حامیان جمهوری اسلامی ایران که حالا چین و روسیه هستند بر خود شرم تاریخی میدانند که یکی از متحدان اصلیشان که جمهوری اسلامی ایران
ایران هست از میان برداشته شود. چرا که متحد دیگرشان که در ونزوئلا بود، آقای مادورو، از طرف آمریکایی ها رو بایده شد. در این طرف سوریه یک زمانی که بشار اسد حکومت میکرد از نزدیکان چین و روسیه و ایران بودن. به اون لحاظ حالا یگانه کشوری که مقتدرانه در مقابل سیاستگذاری های ناسیاسی آمریکا ایستادگی میکنه او جمهوری اسلامی ایران هست و اگر این جمهوری اسلامی ایران هم از بین بره، در واقع مورد بعدی کشورهای آسیای میانه خواد باشند و اطرافیان روسیه و چین خواد باشند و هژمونی و نفوذ آمریکا در منطقه بیش از پیش میشه و این مورد را اصلا چین و روسیه نمیخواهند. به همین لحاظ است که گفته میشه کمک‌های نظامی و کشتی‌های جنگی به ایران دادن و کمک‌های غیر مستقیم بسیار جدی انجام دادن تا از فروپاشی نظام جمهوری اسلامی ایران جلوگیری شود. حالا خواست روسیه و چین اصلا در اینجا برازنده نمیشه و برای شماری از تحلیلگرها که روسیه و چین یک ایران قدرتمند نمیخواهند و همچنان نابودی ایران را نمیخواهند. چرا؟ چون نابودی جمهوری اسلامی نفوذ زمینه‌سازی نفوذ بیش از پیش آمریکا را در منطقه فراهم میکنه، یک مورد، و اما در مورد دیگر حضور ضعیف جمهوری اسلامی میتونه بر فردای چین و روسیه یک تهدید شده نباشه، به خاطر که به باور چین و روسیه ایران میتواند یک زمان برای خودشان هم چالش کلان باشه و قدرت چین و روسیه در منطقه هم به چالش بکشانه. اما یک ایران ضعیف که از باعث حمله آمریکا به ایران صورت بگیره هیچ زمانی در واقع یک چالش جدی به چین و روسیه بودن نمیتونه، همزمانی که میتونه با آمریکا یک چالش باشه و مانع حضور چینایی ها آمریکایی ها در منطقه و مانع نفوذ بیش از پیششان شود. با این حساب تصویر چیست؟ تصویر این است که ممکن هست مذاکرات نتیجه ملموس را در پی نداشته باشه. اومان گویا که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم گفته اعتماد چندانی به این مذاکرات ندارند. بارها هم مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله عباس عراقچی وزیر خارجه ایران که اصلی ترین نماینده ایران در مذاکرات هست هم گفته که اعتمادی به مذاکرات نداره. با این حساب اما همزمانی که مذاکرات صورت میگیره، چشمانداز آینده این است که همزمانی که مذاکرات صورت میگیره جمهوری اسلامی ایران مورد حمله آمریکا قرار میگیره و آمریکا به ایران حمله میکنه، چین و روسیه مانع اصلی برای نابودی جمهوری اسلامی میشن و ایران ضعیف میشه. ایران ضعیف همچنانی که به چین و روسیه یک کشور متحد میمانند، در عین زمان مانع نفوذ آمریکا در منطقه میشن و با این حساب نظم نوینی در خاورمیانه شکل خواهد گرفت. شکوهمند، برای ما بگو که نتیجه این مذاکرات توافق خواهد بود یا جنگ؟ خب از مذاکرات آنچه که متصور هست از زبان مقام‌های نظامی و سیاسی آمریکا و ایران این میتونه باشه که در هر دو طرف تلاش دارند تا در میز مذاکره خودشان متحدتر نشان بدن و به دیپلماسی اولویت بدن، اما در بیرون هشدار و تهدید میدانش بیشتر داغ هست. به این معنا که در آستانه برگزاری دوره دوم مذاکرات تهران و واشنگتن در ژنو سوئیس ایران در تنگه هرمز رزمایش نظامی برگزار کرد تا اون قدرت نمایی خودش به رخ بکشه. از طرف دیگر در همین زمان گزارش هایی آمد که ناو ابراهیم لینکن به 700 کیلومتری ایران رسیده و ترامپ تهدید کرد، گفت که مقام های جمهوری اسلامی میدانند که باید توافق کنند، اگر نکنند اتفاقات بدی رخ خواهد داد. با این حساب قاعده مذاکره این است که در میدان مذاکره وقتی نمایندگان دو طرف حضور پیدا میکنند، در بیرون نظامیان کشورها بیشتر زور آزمایی میکنند تا از میز مذاکره امتیاز بیشتر بردارند. با این حساب به باور تحلیلگرها چانس توافق میان تهران و واشنگتن در موجودیت اسرائیل و خواستای اصلی اسرائیل کم است، چرا که اسرائیلی‌ها میخواهند تا در واقع برنامه هسته‌ای و موشکی و نیابتی های ایران از بین بره، آنچه که ایران به هیچ عنوان از او نمیگذره. با این حساب طرف اسرائیل و آمریکا یک سو هست، قولی که سفیر اسرائیل در آمریکا گفت. این طرف ایرانی ها از موضوع اصلیشان نمیگذرن و پافشاری میکنن بر اون دفاع مقدس. با این حساب چانس مذاکرات کم و احتمال حمله و جنگ بیشتر است.
شکوهمند چشمانداز آینده در خاورمیانه چیست؟ خب در خاورمیانه این است که از یک طرف نعیم قاسانی دبیر کل حزب الله لبنان صحبت کرده و گفته که ما خواستار جنگ نیستیم، اما اگر آمریکا به ایران حمله کنه ما بی‌طرف هم نمیمانیم. حوثی‌های یمن همچنان، حماس که در حال جنگ با اسرائیل در غزه هست. حالا اگر حمله آمریکا به ایران صورت بگیره، کشورهای که نیابتی های ایران گفته میشه در اونها هستند، در لبنان هستند، در سوریه هستند، در یمن هستند و در غزه هستند، بر ضد بیش از پیش، حالا در حال جنگ هستند، بیش از پیش بر ضد نیروهای آمریکایی در منطقه می جنگن، جنگ بزرگتر شکل میگیره، پای آمریکایی در منطقه گیر میکنه، جنگ فرسایشی تر میشه، جمهوری اسلامی ممکن است سقوط نکنه و سقوط نکردن جمهوری اسلامی شرم تاریخی بر آمریکا خواهد باشه و آمریکا شکست خورده اصلی در منطقه. سپاس شکوهمند. این بود مهمترین رویدادهای منطقه که تقدیم شما کردید. تشکر از توجهتان. وقت بر شما خوش.